چند تا بازی که توی استیم فعلا رایگان شده. بازی اول بانی رومز، یه بازی تو سبک کوآپ آنلاین هستش که میتونید با دوستاتون بازی کنید. شبیه بک روم هم هستش ولی یه مقدار ترسناک‌تر. بازی درا کمبت، یه بازی دو بعدی کمبو هستش که میتونید به صورت پی وی پی و کوآپ با دوستاتون بازی کنید. بازی کیچن وارز، یه بازی که چند تا رستوران بغل همید که میتونید با دوستاتون به صورت کوآپ یا پی وی پی پلی بدید و بقیه رستورانا رو به خاک سیاه بشورید. چجوری؟ با پرت کردن آشغال توی آشپزخونه‌شون یا اینکه بخواید روغن بریزید تو آشپزخونه‌شون. بازی اسکراب درایورز، یه بازی متفاوت که هیچ جای دنیا پیداش نکنید. اگه هم پیداش کنید زیر 10-20 دلار نیستش. این بازی کاملا رایگانه و داخل استیم شما میتونید اینو اد لایبرری کنید. این بازی داخلش شما بهتون یه سری قطعات میده، باش میتونید ماشین بسازید، حالا ماشین آفرود باشه، ماشین رایلی باشه، ماشین جنگی باشه، تانک باشه یا هر چیزی که فکرشو بکنید. این بازی لنگش پیدا نمیشه. داخل این بازی شما میتونید به صورت پی وی پی کوآپ با همه بازی کنید و بقیه پادشاه‌ها یا حتی بازیکن‌ها رو از بین ببرید. حالا که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی، چطوره که بیای ما رو لایک کنی، ساب کنی و زنگوله بغلش رو روشن کنی که از ویدیوهای بعدی با خبر بشی.